بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمام عزیزانی که بنده رو میبینید، خیلی زیادی از شما طلب کردید که به ما قاعده خواندن قرآن رو یاد دهید و زبان عربی رو از طریق اینترنت. عزیزان، اولا شروع میکنیم با درس تجوید برای خواهرانی که خوانده میتوانند و تجویدشان خوب نیست، و البته برای شاگردان عزیزی که در درس های تجوید هستند و چون تعدادشان زیاد است نمیتوانیم از 100 نفر زیاد رو به درس قبول کنیم. این درس تجوید برای شما است عزیزان، با امید آن که پروردگار قبول کرده باشد و انشاءالله بعد از تمام شدن درس تجوید همراه شما خواندن قرآن با زبان عربی را هم انشاءالله از کتاب نورالبیان شروع خواهیم کرد. اولا معنای تجوید چه هست؟ تجوید یعنی طرز درستی خواندن قرآن، قاعده هایی که اگر شما آن را یاد بگیرید، همون گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن می‌خواندند و صحابه ها قرآن می‌خواندند، شما هم عیناً همون گونه قرآن خواندن را یاد خواهید گرفت. و برای آموختن تجوید قرآن آنقدر زمان زیاد نمی‌رود و این علم نیاز به فهم و نیاز به تجربه، یعنی زیاد تکرار کردن دارد، نه اینکه شما قاعده های مخصوص رو از یادش کنید بعد از این در خواندن قرآن نتوانید استفاده برید. برای همین اولا ما شروع میکنیم با طرز درست تلفظ کردن حرف ها، برای آنکه اگر گفتیم تقریبا 30 قاعده دارد گوییم علم تجوید، مهمترین آن درست تلفظ کردن حرف ها می باشد. برای آنکه اگر شما به جای ز تلفظ کردید یا به جای س تلفظ کردید، معنای قرآن یا معنای کلمه قرآن دیگر می شود و انسان گناهگار می شود. و از اینجا که تمام علمایی که میگویند دانستن علم تجوید برای هر یک خواننده قرآن فرض است، نه تنها همه قاعده هایش، بلکه قاعده هایی که برای درست خواندن کلمه، علل خصوص درست تلفظ کردن حرف برایتان کمک میکند. پس شروع میکنیم از مخرج حرف ها و ما میتوانیم مخرج رو مثلا بگوییم جای تلفظ حرف. لیکن برای اون که زیاد در اینجا ننویسم عزیزان، برای شما من کوتاه کرده میفهمونم. در زبان عربی 28 تا حرف است و این 28 حرف از 5 مکان دهانی ما خارج می شود. همون مکان های دهانی که از آنجا حرف رو تلفظ میکنیم مخرج میگن، جای تلفظ حرف. و این 28 حرف زبان عربی از 5 جای دهانی ما خارج می شود یا تلفظ می شود. یکم ما میگیم مخرج داخل که این رو میگویند با زبان عربی میگویند الجوف. جوف گفته عزیزان از اول دهان تا آخر تمام درون رو میگویند. 3 حرف در زبان عربی، الف یعنی وقتی مد می شود او و ای یا نمیگیم. این 3 حرف مد ای او از داخل ما تلفظ می شود و نگاه کنید نه دندان ما نه زبان ما در تلفظ این حرف ها هیچ کاری رو انجام نمی دهند. برای همین فقط از داخل می براید ای او. و مهم این است که شما دهان رو کمی خوشروتر کلانتر باز کنید. مثلا گفتید از دهان می آید، او گفتید از دهان، اما از درون، او از درون، ای از درون خارج می شود. پس یکمین مخرج ما مخرج داخل است که از آنجا او ای می توانیم بگوییم حرف های مد. ببخشید که نوشتی خط من خیلی بیزیب است از اینکه با یک چند زبان می نویسم. حرف مد، این حرف های مد یعنی ای او از داخل ما تلفظ می شود و ما اینها رو چی میگویم؟ یکمین مخرج که مکانش داخل است و نه زبان نه دندان و دهان رو هم نباید کوچک گشایید. مثلا آمنا، قالو نه قالو باید از درون خارج شود. این یکمین مخرج بود و میگذاریم به مخرج دوم. مخرج دوم عزیزان مخرج حلق است. مخرج دوم، مخرج زودتر باید نویسم، مخرج حلق. با تاجیکی هم ما حلق میگوییم. آره با تاجیکی هم حلق میگوییم. میتوانید بگویید گلو
گلو هم گفتم میتوانید. الحلق با عربی. مخرج حلق، حلق گفتم ما نگاه کنید از اول گلو تا آخرش رو حلق میگویم و مخرج حلق اگر همین رو ما گلو گوییم به 3 تقسیم می شود. به 3 تقسیم می شود. اولی گلوی ما که از اینجا حرفی غای و خا، غین و خ تلفظ می شود. یعنی شما از گلویتان از 3 جایش 6 تا حرف رو می برارید. از اولش یک دقیقه. از اولش حرفی غین و خا، غین و خا از اولی گلو تلفظ می شود. و نگاه کنید وقتی میگیم حلق یا گلو، خ، غ، خا، غا، این حرفای قفس هم هستند. خا، غا وقتی میگوید نه زبان شما کار میکنه نه دندان شما. اساسی کاری که شما میکنید این اولی گلو هست. مثلا یخرجو، یغترب، غاشیه از اولی گلو، از اولی گلو. این غین و خا هست. ما بین گلو حرفی ح و حرفی عین. خ و غا ما در زبان تاجیکی داریم، مشکل نمیکشیم تقریبا، فقط اینکه بعضی ها خیلی به قوت تلفظ میکنن. ما بین گلو یا ما نصفی گلو حرفی ح هست. ح که در رحمن ببخشید در رحمن نوشته شده است و حرفی عین، عین. در ما زیادی ها حرفی ه رو از اولی گلو و عین رو هم یعلمون از اول تلفظ میکنن، در حالی که هر دوی این حرف خیلی باریک است و از مبین باید خارج شود. نگاه کنید یعلمون، یا و این چنین حرفی ه. مثلا احد، رحمانی. حتما باید نصف گلو رو شما حس کنید. اگر از پایان تلفظ کردید هم مثلا یا تماما بیزیب میبراید. عین رو از پایان عین گفتید مثل حاضر من تلفظ کردم بیزیب میبراید. باید از نصف گلو تلفظ کنید و نصف گلو رو حس کنید. یا هم نه یا گویا که آهسته فرو برده ایستادید. یعلمون، یا مثلا باز علیم، مثلا علیم. و کلمه ح مثلا رحمانی، الحمد، ح نصف گلو هست. پس اولی گلوی ما غین خا بود، ما بینش ح و عین هست. آخران این رو میتوانیم بگیم نزدیکی شش، همزه وقت ساکن میگیرد و این چونین حرفی های دو چشمه یا من این ها که اگر تنها آید. مثلا نگاه کنید همزه اگر کلمه ای مثلا من نگاه کنید یعلمون رو نویسم و اینهم یعلمون، همینجا همزه ساکن گرفت و من میخونم یعلمون. یک بار نفس رو میگیرید آمده در همینجا در میماند. و حرفی ه مثلا کلمه ای اهدینا، خیلی خطم بیزیب است لیکن اهدینا. نگاه کنید حرفی ه اهدینا، هم نه حتما باید از سر شش یعنی آخری گلو براید. اهدینا الصراط، مثلا من یهدی الله، یهدی ه یا مهدی ه یکی از آخری گلو. و اساسا شاگردای زیاد در انا همین ه عذاب میکشند، برای اینکه این ه یکی از حرفایی است که به آسانی تلفظ نمی شود و حتما باید نفس رو به درون گیرید تا خارج شود. مثلا نگاه کنید یه گفتید این ه می براید، ه که در رحمانی هست، اما یه گفتید ه از اینجا می براید از آخر یعنی نزدیکی شش. یا گفتیم راهی نفس یهدی، اهدینا. اما همزه یعلمون در قرآن خیلی همزه ساکن دار کم است، اما این ه مثلا خیرای یرا یا هل اتاک حدیث الغاشیه یا کلمه هو الله در کلمه الله یعنی باید از آخر براید. پس عزیزان مخرج دومی ما مخرج حلق است و مخرج حلق 6 تا حرف دارد، 6 تا حرف.
و این 6 حرف از اولش خا و غا از اولی گلو، از مابین عین و ح و از آخر همزه ساکندار و ه میبراید. ه و این حرف ها رو به زیاد گوش کردن قرآن و این چونین زیاد تلفظ کردنش شما میتوانید از بر کنید. اما همین که فقط یک بار دیدید نوارو یک بار نمیشه، یعنی زیاد تکرار میکنیم و ما میتوانیم این حرف ها رو خوش رو تلفظ کنیم. این بود مخرج دوم. مخرج دومی ما که چی گفتیم؟ نامش مخرج حلق است. مخرج حلق است. و درباره مخرج سیوم ان شاء الله درس دیگر برای شما یک نوار کوتاه دیگر آماده میکنم. تا درس دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.